سلام بچه های عزیزم، من برگشتم با یه آنباکسینگ خیلی کوچیک و جزئی. بریم برای باز کردن بسته سنگمون. اینجا من یه دور کوچیک زدم نخه خراب نشه، پاره نشه، چون از نخ این سنگا خیلی خوب میشه استفاده کرد، چیزای خوشگلی میشه درست کرد. این یه پلاک دستبندی پرنگین بود که سواروفسکی البته. این یه پلاک دستبندی میشه گفت و حتی تو گردنبند هم میشه استفاده کرد که حدید سر بودا هستش. این بسته شامل میخ ساچمه‌ای و گوی‌های طلایی استیل رنگ ثابت. بچه‌ها من دوست دارم تو کارام اغلب استیل استفاده کنم، استیل رنگ ثابت و ضد حساسیت، که کار خوبی ارائه بدم. درسته بدلیجاته، ولی خوبه که بچه‌ها کسایی که ازم میخرن وسایل رو براشون بمونه. زنجیر دیپلمات رنگ ثابت بود و 2 تا گوی کوچیک سواروفسکی پرنگین، رنگش مشکیه. 2 تا هم نخ گرفتم برای دستبندی. اینم از این.